به تازگی خیلی ها متن عقدشون رو آریایی میخونن و دوست ندارن طبق رسوم اعراب خوانده شود. حالا ببینیم متن عقد آریایی با متن عقد عربی چه فرقی دارد. در متن عربی آخوند از طرف عروس میگوید انکحت زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، که ترجمه آن میشود در برابر پول معینی که به من میدهی خود را در اختیار تو قرار میدهم. اما در عقد آریایی داماد میگوید به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان برای زیستن با تو، میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا، پذیرا میشوی آیا؟ و عروس پاسخ میدهد به نام نامی یزدان پذیرا میشوم مهر تو را از جان، همکنون باز میگویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه در هر جا. زین پس آیین نیاز